توی این ویدیو میخوام بریم سراغ دریبل های فوق العاده ساده و در عین حال فوق العاده کاربردی. در واقع من کاربردی ترین دریبل های ساده بازی رو میخوام توی این ویدیو براتون توضیح بدم و بهتون آموزش بدم. اولین حرکتی که توی این ویدیو میخوایم بهش بپردازیم بحث حرکات بدن یا بادی فینت هستش. برای انجامش به سادگی هرچی تمام‌تر کافیه صرفا آردو رو داخل نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو به هر جهتی که میخواید حرکت بدید. بعضی وقتا میبینید که بازیکن پاشو حرکت میده، بعضی وقتا میبینید که حرکات بدن میادش. حالا دقیق ترش رو بخوام بهتون بگم، اگه شما به یه نوع خاصی در واقع آنالوگ سمت راست رو حرکت بدید، بازیکن پاشو حرکت میده. اگه صرفا یه ضربه ساده بدید، بدن رو حرکت میده، که حالا خیلی وارد جزئیات نمیشیم. برای دریبل کردن با این روش حرکات بدن هم شما باید به یه جهتی حرکت برید. اول آنالوگ سمت راست رو، بعد با آنالوگ سمت چپ برید به جهت مقابل. خیلی دریبل ساده ایه و ممکنه به نظرتون بیادش که کاربردی نیست، ولی این حرکت فوق العاده ساده ای که میبینید یکی از پرکاربردترین دریبل ها تو کل بازی پسه. برای اینکه این موضوع رو بهتون نشون بدم، من بازیکن حریفو میارم توی زمین و درجه سختی هم میبرم روی سوپر استار و چندین نمونه میریم که ببینید من خیلی ساده میتونم بازیکن حریف رو با همین حرکات ساده بدن دریبل بکنم. یه نکته دیگه هم که راجع به این حرکات بدن لازم بدونید اینه که خیلی حرکت خوبی برای خطا گرفتن، مخصوصا تو محوطه جریمه حریف اگه انجامش بدید، اکثر مواقع میتونید یا حریف رو دریبل کنید یا ازش پنالتی بگیرید اگه درست انجامش بدید. چند تا نمونه هم بریم. من میبینید دیگه صرفا با بدن اومدن دارم بازیکن حریف رو روی درجه سختی سوپر استار که خب بالاترین درجه سختی توی تمرینه دریبل میکنم. خیلی حرکت ساده ایه و فکر نمی‌کنم دیگه نیازی به توضیح بیشتری داشته باشه. حرکت بعدی استفاده های خلاقانه از همون حرکت ساده سر توپ زدن. سر توپ قطعا میدونید دیگه، شما مربع بعد ضربدر یا مثلث بعد ضربدر یا دایره بعد ضربدر رو بزنید، بازیکنتون سر توپ میزنه. حالا به زاویه های مختلف میتونید سر توپ انجام بدید. این حرکت سر توپ زدن خودش به تنهایی یکی از بهترین دریبل های بازی. الان مثلا من به سادگی دروازه‌بان حریف رو با سر توپ زدم، اونجوری که دیدید خیلی راحت دریبل کردم. ولی شما میتونید از سر توپ استفاده دیگه‌ای هم بکنید. مثلا اگه ثابت وایسید و سر توپ بزنید، همونجوری که می‌بینید بازیکنتون یه حالت فیکی میزنه و حریف رو یه جوری گول میزنه به اینکه بخواد حرکت بزنه. بعد توپو میتونید نگه دارید و به یه جهت دیگه برید. یه استفاده فوق العاده کاربردی از سر توپ موقع استاپ کردن توپه. شما اگه توپ رو به بازیکنتون بدید بعد با سر توپ رو استاپ کنید، تقریبا همیشه میتونید بازیکنی که باهاتون یارگیری کرده رو دریبل بکنید، که حالا برای این موضوع نمونه هم خواهیم رفت. حرکت بعدی که میخوام بهش بپردازیم چیزیه که توی بحث استاپ توپ بهتون به طور کامل آموزش دادم. اینجا دوباره یادآوری میکنم چون یکی از مهمترین و پرکاربردترین دریبل های کل بازیه. ترپ فین. قبل اینکه توپ دست بازیکن برسه، اگه شما آردو رو داخل نگه داری، بازیکن توپ رو ول میکنه و از طرف دیگه میره سراغ توپ زمینی، که اگه L1 رو هم بگیرید و بعد آردو رو بگیرید، همونجوری که دیدید بازیکن توپ رو ول میکنه و به حرکت عادیش ادامه میده. یه بازیکن دیگه میاد توپ رو میگیره که خیلی برای کارهای تیمی بهتون کمک میکنه. یه نمونه دیگه هم بریم. من به این پاس رو میدم، بعد ول میکنم و با بازیکن پشت سری اگه گل میشه گل خیلی قشنگی میشد، ضربه رو میزنم. پس این حرکت رو هم داشته باشید. آخرین حرکتی هم که تو این ویدیو میخوام بهش بپردازیم، دوبار پشت سرم زدن آریه، که یکی از ساده ترین دریبل های کل بازیه و شما صرفا کافی دوبار پشت سرم آریه رو بزنید و به جهت مد نظرتون حرکت کنید. خیلی راحت میتونید خیلی وقتا حریف رو دریبل بکنید. اکثر مواقع به همین صورتی که الان دیدید دریبل میشن، صرفا از سر راهتون کنار میرن و شما میتونید به سادگی ردشون کنید. اما بعضی وقتا یه سری انیمیشن خاص هم وجود داره که باعث میشه شما یا بتونید دریبل دو طرفه بازیکن حریف بزنید یا اصلا بهش لایی بزنید. من حالا توی این ویدیو چندین نمونه براتون میرم تا هم لایی زدن رو ببینید و هم دریبل دو طرفه، چون میدونم خیلی چیزایی هستن که برای خیلی‌ها جالب هستن.
همین پس این شدش لیست پرکاربردترین دریبل‌های ساده بازی، دریبل‌هایی که هیچ کدوم نیاز به حرکت خیلی خاص و عجیب و غریبی نداشتن و صرفا با یه سری دکمه‌های خیلی ساده همشون رو میتونید شما انجام بدید. نکته خاصی باقی نمونده. شما دارم پس این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حالا توی ویدیو بعدی میریم سراغ دریبل‌های نمایشی بازی که اگه نمایشی باز هستید میتونید از اون دریبل استفاده کنید، ولی اگه صرفا میخواید از دریبل کردن برای رد کردن حریفا و حمله کردن استفاده کنید، همینایی که اینجا بهتون گفتم کافی ان و خیلی نیازی به دریبل‌های عجیب و غریب ندارید. امیدوارم پس این ویدیو براتون مفید بوده باشه.